داروی ترزپتاید که با نام تجاری مونجارو توی بازار وجود داره، نسخه جدیدتر و گرون قیمتتر داروهای مرتبط با دیابت و کاهش وزن مثل لیراگلوتاید و سماگلوتاید هست که با نامهای تجاری ویگووی و اوزمپیک و ملیتاید توی بازار وجود دارن. از اونجایی که آمپول لاغری مونجارو به عنوان معجزه کاهش وزن ازش یاد شده، من و همکارانم از کشورهای آمریکا، ایتالیا و آلمان تصمیم گرفتیم یه پژوهشی انجام بدیم و این آمپول رو با تمرینات ورزشی مقایسه کنیم. ما 61 نفر رو توی گروه‌های مختلف قرار دادیم و بررسی کردیم و اگر بخوام به طور خلاصه بگم، به یک گروه آمپول مونجارو دادیم، به یک گروه تمرین ورزشی دادیم و به یک گروه هم آمپول مونجارو و هم تمرین ورزشی دادیم. ما یه سری فاکتورهای خونی مرتبط با سلامتی و یه سری فاکتورهای عملکردی مرتبط با آمادگی جسمانی رو بررسی کردیم. تو پایان پژوهش نتایجی که گرفتیم خیلی جالب بود. گروهی که ورزش رو به تنهایی انجام داد، نتایج خیلی به مراتب مطلوب تری رو نسبت به گروهی که آمپول مونجارو و گروهی که آمپول مونجارو و ورزش رو انجام داد کسب کرد. مقاله مرتبط با این پژوهش توی ژورنال علمی معتبر مرتبط با انتشارات سیج توی کشور هلند به چاپ رسید. خبرگزاری‌های داخلی هم با تیتر مونجارو معجزه نبود این پژوهش رو منتشر کردن. در نهایت اینو هم واسه دانشجوها یا کسایی که علاقه دارن بگم که کاری که آمپول مونجارو میکنه اینه که اثرات دو هورمون GIP و GLP-1 رو تقلید میکنه و روی مغز ما و پانکراس ما اثر میذاره و احساس سیری و ضد اشتها به ما القا میکنه. بر اثر همین احساسی که به ما میده ما کمتر غذا میخوریم و چون کمتر غذا میخوریم کالری کمتری دریافت میکنیم و وزن ما کاهش پیدا میکنه و اینطوری نیست که این آمپول رو ما تزریق کنیم بره توی بدن ما یه تفنگ بگیره دستش و سلولای چربی رو دونه دونه نابود کنه. اصلا چنین چیزی نیست. تنها کاری که میکنه سرکوب اشتهاست.